السلام علیکم دوستانی عزیزم. بیهوده بزرگان نگفتند که تاریخ آموزگار و معلم بهترینی بشریت است. هر کسی که از تاریخ باخبر است او میتواند خود را از خطا و سهوی که گذشتگانش صادر کرده بودند در امانت نگه دارد، به راه راست رود و از گمراهی برهد. متاسفانه ما کم به تاریخ رو می آوریم، کم از خطاهای گذشتگانمان درس عبرت می گیریم. همین است که تاریخ برگشتنها دارد. کهنه ها از سر نو به جهان می آیند می گویند. درست است. همان خطایی که در 1000 ساله پیش کسی یک شخصیتی تاریخی انجام داده بود، امروز هم ما شاهد حال می شویم که ما و شما هم به همان خطاگی راه می دهیم، به همان یک سنگ پیشپایه می خوریم، در حالی که همین حادثه و واقعه 100 ساله ها 1000 ساله های پیش به وقوع پیوسته بودند. ولی هیهات. خیلی شد میخواستم درباره یک شخصیت تاریخی با شما کمی صحبت کنم، ولی متاسفانه با سبب‌های گوناگون امروز صحبت میکنم، پگاه صحبت میکنم، پگاه دیگر صحبت میکنم، گویان با تأخیر میگذاشتم. چند قبل وقتی که اشرف غنی از دولتش گریخت و سر و صداهایی هم به میان آورد که با خود چندین میلیون دلار رو گرفته و برد، خواستم همون روز یک برنامه کنم، ولی باز هم چیکار پیدا شد دیگر صحبت رو متوقف کردم. این سحر باشد چون به حادثه و واقعه تاریخی نظر کردم، در تاریخ نامه آمده روز 2 سپتامبر روز سرنگون شدن امارت بخارا است. تخت امیر بخارا امیر عالم خان واژگون شد. امیر فرار کرد. 2 سپتامبر سال 1920. فرق بین فرار اشرف غنی از افغانستان و امیر عالم خان از امارت بخارا از زمین تا آسمان است. البته اشرف غنی ترسو، بزدل، خیانتکار پول و مال را گرفته و به خارجه رفت و از آنجا با دشمنان ملت و دولتش عهد و پیمان بسته و اکنون عزم کرده است که به دولتش برمیگردد. ولی امیر عالم خان وابسته به همه آن کمبودی هایی که داشت تا آخرین قطره خون در وجودش حرکت کردن مبارزه می برد تا دولتش رو بازپس گرداند. و حتی میگویند که برای نبیره و ابیره هایش وصیت کرده که جسم و جسد او را امانت به خاک گذارند در خاک افغانستان، تا پس از آنه که حکومت شوروی در امارت بخارا شکست میخورد و امارت بخارا از نو آزاد می شود، جسد او را دومین باره یا از سر نو به وطنش آورده و در وطن گورش کنند. و میگویند در همان افغانستان روی قبر امیر عالم خان نوشته شده است: امیری بی وطن خوار و حقیر است، گدای در وطن میرد امیر است. معنی بزرگ دارد همین ترنیم. ولی هیهات امیر عالم خان این را بعد از فرار کردنش، بعد از غریب شدنش فهمید که گدای در وطن میرد امیر است. یا واریانت های دیگرش هم هست آنجا که گدایی در وطن این امیری است یا دیگر و دیگر. خدایا، خیلی جستجو کرده بودم درباره زمان حکمرانی امیر عالم خان در بخارا، روزگار مردم بخارا، عامل هایی که به شکست این امارت سبب شد. مورخان، محققان، روزنامه‌نگاران موادهای گوناگون به تب رسانیدند. قسمت را از اینترنت پیدا کردم، آن را مطالعه کردم.
متاسفانه همون حادثه و واقعه ها در تاریخ زیاد بوده. نه امیرعالم خان درس عبرت گرفت، نه ما امروز درس عبرت میگیریم، نه دیگر و دیگر. بسیاری ها میگویند خیر اکنون یک دولت برهم خورد، آن دولتی که با برهم خوردن آن تاجیکان صاحب وطن اجدادی خود شدند، یک پاره از همان وطن اجدادیشان را صاحبی کردند، دولت با نام تاجیکستان پیدا شد. ولی شما فراموش نکنید که این شخصیت های تاریخی برای خود یک قبرشان را با دست خودشان کندند. میگویند در همان وصیت‌نامه‌اش امیرعالم خان چون وصیت کرده که بعد از آزاد شدن قلمرو وطنش جسد او را دوباره به امارت بخارا بازپس گردانند، همان سالهای پس از صاحب استقلال شدن کشورهای آسیای مرکزی، پیوندان امیرعالم خان چندین مراتبه به مقامات هم جمهوری ازبکستان و میگویند بعدا میبینند که اگر جمهوری ازبکستان درخواستشان را به جوابان، بعدا میگویند که میشود که اکنون جسد بابایشان را حتی به وادی حصار هم بیارند، در آنجا دفنش کنند. ولی مقامات تاجیکستان هم به این خواهش پاسخ نداد. میگویند برای چی پاسخ هم میدادند؟ برای کدام خدمت‌هایش؟ برای کدام جانفدایی‌هایش؟ برای کدام دستگیری‌هایش؟ شما یک چند منظره را از زمان حکمرانی امیرعالم خان بعد از چند لحظه پیشنهادتان میکنم. صورت‌ها. امیرعالم خان هم میگویند که از زمان کودکی و نورسی مدرسه میر عرب را ختم کرده، بعداً به سنت پترزبورگ برای تحصیل به یک آموزشگاه حربی روانه می شود. آنجا 4 سال تعلیم می گیرد. کدت زبان روسی را از خود می کند. بعداً می آید و پدرش او را در یکی از ناحیه ها حاکم تعیین می کند. یعنی درس دولتداری را برای فرزندش نشان می دهد. خیلی وقت می گذرد. همگی 10 سال حکمرانی می کند. از سال 1910 که به جای پدرش به تخت امیری می نشیند در بخارا تا سال 1920. روز 2 سپتامبر سال 1920 پیش از آنه که هواپیماهای روسی شهر بخارا را بمباران کنند، امیر بخارا فرار می کند و وادی حصار می آید. با خود غناوتی را می آورند: تنگه، طلا، الماس، بریلیانت، پوستی چاروایی که قیمت فروخته می شد در بازار، اشیاءهای دیگره. میگویند به حصار در آمدن زمان آنچنان امیری بخارا به مردم محلی ظلم بسیار کرد، مال و محصولاتشان را غصب کردن گرفت که مردم خودشان بیزار شدند از او. چند ایستاد و از حصار به شهر دوشنبه آمد. آن زمان یک دهه بود. در همانجا پایتخت دوم امارت بخارا را بنیاد کرد. ولی همان غصب و غارتگری نوکرانش مردم را به داد آورده بودند. دیگر مردم او را حمایت نمی کرد. خیلی مردم دلمانده بودند از این گونه امیر. و وقتی که بعد از 6 ماهی در حدود امروزه تاجیکستان باقی ماندن، امیر می بیند که نیروهای شوروی بسیار تنگش می آورند، همان شماره زیادی چاروا و آن بار و انجام و ثروتی که از خزینهش گرفته و به اینجا آورده بود، حدود 80 اشتر زر و زیور طلا گرفته و به افغانستان با واسطه گذرگاه چوبک در ولایت ختلان امروزه ما گریخته به افغانستان می رود.
امیرعالم خان تا سال 1940 یا نقطهش 44 بود به فکرم، 1944 بله، با راه‌های گوناگون میخواست ضد حکومت شوروی قیام کند، امارتش را آزاد کند. ولی چون مردم دیگر در پشتش نبودند، این همه کوشش‌های او بی‌ثمر بود. چون مردم در پشتش نبودند. اکنون شما با این رسم توجه فرمایید. این هم کوچه های مرکزی بخارا است. شاید البته کوشک قصرهای خود امیر، آن مهمان سرای هایی که برای واخوری هایش با خواجگان امپراتوری روسش آماده کرده بود بهتر باشد، عکسای آنجا نیست. ولی اینجا یک جای هایی که مردم در آنجا گشت و گذار میکردند. ببینید. خب من این رسم دیگرش رو ببینید. بام خانه ها ویران. حال این مردم رو ببینید. سر و لباس آنها را توجه کنید. یا آخر یک رسم دیگر رو پیدا کردن. ببینید که در کدام یک معرکه نشستن مردم. روی دسترخوان مردم رو ببینید چقدر ناز و نعمت گویا دارد. نان است و چند ظرف دیگر. یعنی مردم بخارا همین گونه روز میگذرانیدند. کوچه هایش را ببینید. وقتی که روز 2 سپتامبر سال 1920 مردم خودی بخارا هم قیام میکنند بر ضدش، دیگر امیر بخارا فرار میکند. و بعد حتی پس از مرگش میگویند وصیت کرده که آن همه مبلغ‌هایی که در بانک‌های ترکیه و آلمان و دیگر کشورهای غربی داشته است برای مبارزه با حکومت شوروی باید صرف میکردند. نبیره و ابیرگانش. ولی هیهات. در یک مقاله خوانده بودم میگویند از همون روزی که تخت امیر سرنگون کرده شد و امیر فرار کرد، حکومت شوروی ها با این شهر وارد شدن زمان قصر و کشک‌های امیر را احاطه کردند و نگذاشتند که مال جمع کرده امیر که نتوانست دیگرش را با خود ببرد به یغما برده شوند و از شهر سبز و بخارا دیدند که مرادیارها بسیاری بد غارت کردنی هستند. حدود 7 واگن تنگه و طلا و زر و زیوری از امیر بعد از باز آن دزدیده بردگی های امیر از قصر و کشک‌هایش جمع میکنند. حدود 7 واگن آن را به شهر تاشکند روان میکنند که از دست دزدان، از دست جنایتکاران دیگر که در هیئت دلخواه چون حکومت دیگر شد، غارتگران آنجا در دست سلاح دیگر بعد به شکار میبرند. از دست آنها امین ماند گفته برده به شهر تاشکند در یک مخفیگاه نگاه میدارند. در آمد دیگر از دارایی های امیر نگفتیم. میگوین امیر پیش از اونه که حکومت شوروی ها به بخارا بیاید الکی پی میبرد که روزهای آخرین سلطنتش باقی مانده است و هرچی میتوانست غصب میکرد، میگرفت. کوشش میکرد که با بانک های خارجه مبلغ گذاری کند، مبلغ ها را به سفارت های گوناگون تقدیم کند تا ایشان بگذرانند، همچون مال دیپلماتی و ببرند در بانک هایشان حفظ کنند. ولی اکثر نمایندگان دیپلماتی کشورها میگویند این را قبول نکردند، چون میدانستند که از آن طرف الکی حکومت بلشویک ها آمده ایستاده است. دیگر مناسبتشان را با آن منطقه ها، با آن جانب بد کردنی نبودند. و امیر بخارا چیکار میکند؟ قسمت را گرفته حدود بیش از 100 اشتر اگر خطا نکنم بار یک کاروان کلانی است. به هر حال میگویند روان میکند تا به جای برده پنهانش کنند. دو نوکرش با محافظان آن کاروان کلانی را گرفته خب در یک جا میروند. آنجا چون مردم آگاه میشوند که کاروان بزرگی آمده است دیگر در همونجا پنهان کردن نمیتوانند. میگویند بعداً به بخارای شرقی، به طرف بخارای شرقی میآیند. در حدود قطارکوهای حصار در حدود جمهوری ازبکستان امروزه از قرشی تا به کدام یک منطقه دیگر بود بگمانم فراموشش کردم
در همان منطقه ها در قطارگاه‌های حصار کجای برده پنهان میکنند. از آن نوکرانی که تنگا و طلا را برده پنهان کرده بودند، در نهایت کار تنها یک کس میماند. دیگرانشان را سر میبرند تا جای پنهانگاهی تنگا و طلای امیر را کسی نداند. خوب در همان جا زیر خاک شد. تگی کوه و کمر کجا پنهانش کردند دیگر کسی نمیداند. یک نفرش آمد به نزد امیر و گفت که همین گونه جایی هست و در یک جایگی با امیر سال 1921 اون نوکرش هم میگویند به افغانستان میگریزد و در همون جا امیر اون آدم آگاه رو هم سر میبرد تا دیگر کسان درباره مخفیگاه خزینه امیر در حدود ازبکستان امروزه خبر نیابند. با امیدی که روز میشود و امیر بر میگردد، باز همون تنگا و طلاهایش را صاحب میشود. فکر کنید چقدر تنگا و طلا، صدها اشتر طلا و نقره و بریلیانت و دیگرها را امیر عالم خان در زیر کوه کمر کدام قطارگاه حصار کدام یک منطقهش پنهان کرد. باز صدها اشتر دیگر بار با چاروای دیگر، اسب و گوسفند و گاو و باز 1001 مال و محصولات دیگر گرفته و به افغانستان همسایه میگریزد. در برابر همین مورخان میگویند که در بعض سرچشمه ها تا 60 واگن نیروهای بلشویکی از حدود امارت بخارا زر و زیور امیر بخارا را به روسیه میبرند. حدود 60 واگن. اکنون واگن ها را حساب کنیم. من جستجو کردم، از 9.5 تا 16.5 تن بار برده میتوانستند سالهای 1920-25. 60 واگن اکنون 16.5 تنه تنگا و طلا و نقره و الماس و خب دیگر غناوت امیر بخارا را به روسیه بردند. قسمتی را زیر کوه کرد، قسمتی را با خود به افغانستان برد، قسمت دیگر میگن در بانک‌های روسیه برد که آن را بلشویک‌ها غصب کردند، گرفتند. قسمت دیگر حدود 127 میلیون پول طلایی در حدود بانک‌های بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی مانده است. بعد از فرارش امیر عالم خان دیگر میگه آماده است پول را برای آزاد کردن وطنش صرف کند. ولی اکنون همینجا من هیچ اکنون قبول کردن نمیتوانم. چرا تو به این حد به عقل و به فراستند این ثروتمندان که در وقتی در وطن بودن همون پول را به مردم خودشان صرف نمیکنند؟ چرا در وقتی که در بین مردمند از دهان مردم کشیده و میگیرند، بر جان مردم ظلم میکنند، آخرین تیکه نان مردم را میگیرند، مردم در قشاقی میمانند. چون شما در اثرهای یادداشت‌های استاد عینی هم خوانده اید، داخونده را میدونید، مرگ سودخور را هم خوانده اید و مثل بسیاری ها. در همونجا استاد عینی میگوید که مردم بخارای شرقی، خب حدود امروزه تاجیکستان ما، چون بهار می آمد حتما برای پیدا کردن کار به حدود تاشکند امروزه می رفتند، چون آنجا کارگاه ها بودند، زواد ها بودند. فکر کنید چقدر یک منطقه کلان منطقه بود که مردم بهار به جستجوی کار می رفتند تا پول پیدا کرده و زمستان آمده روزگارشان را پیش ببرند، و مثل مهاجرت امروزه ما. ولی چون دولتشان از بین رفت، گریخته و به خارجه می روند و مهاجر می شوند، بعد به یادشان می رسد که مردم داشتند، وطن داشتند، باید آنها را اکنون نجات داد. و میگن امیر عالم خان هم وعده که وصیت کرده که بعد از سر از پولهایش را برای مبارزه و نیکو احوالی مردمی وطنش باید صرف کنند. ولی دیگر کسی ندید که اون پولها میلیون ها دلار در بانک‌های اروپایی کجا شدند. خدای من. بعد امیر عالم خان حامی شد، وطندار شد، تا به این را به یاد آورد که شهروندان امارتش را باید اکنون بعد از سرش، بعد از مردنش
نگاهبین کنند، وضعیت ایشان را بهتر کنند با پولهای زمان دزدیده او. ولی چنان بزرگان ما می‌فرمایند گر به دست خود دهی خرمای تر، به از آن باشد که بعد از تو دهند خروار زر. تو که مردی رفتی، بعد از تو میکنند نمیکنند، انیخی نکردن دیگر. ولی آن همه غصب و غارتگری تو، آن همه فشار و تعقیب های تو، آن همه جبر و ستم تو بالای خلقت باقی ماند. دیگر آن جسدی که تو گفتی به امانت در غربت به خاک بسپارند به کسی لازم نیست. چون اگر تو به مردمت خوبی میکردی، مردمت در کنار تو میبودند. مردمت تو را به غربت روان نمیکردند، در برابر تو ایستاده و جان میسپاریدند. ولی هیهات تو با چند نوکر و ظالم دیگر یک جا بودی و مردمت را مظلوم، مردمت را فقیر و ناتوان دیدن میخواستی. به همین منوال وصیت امیرعالم خان اجرا نشد. به یادم نیامد، در همان زمانها انور پاشا نام شخصی بود در آسیای مرکزی. شما درباره این شخصیت هم معلومات دارید. او یک خادم سیاسی ترکیه بود که به خاطر مبارزه با ضد امپریای روس یا بلشویکا با آسیای مرکزی آمد. بعدا بلشویکا خواستند او را به ضد باسمچی ها استفاده برند. همین گونه هم شد. چند وقت در مسکو همراهی بلشویکا کار کرد. گویا با بهانه‌ای که آمده و در حدود امارت بخارا با باسمچی ها مبارزه میبرد، آمده چند وقت اینجا ترغیبات بود. ولی باز هم چون در وجودش او تربیت دینی داشت، به خاطر ننگ و ناموس دینیش برگشت و ضد باز بلشویکان مبارزه برد. یک جای با باسمچی ها در نبرد همراه شد. در خود دولت ترکیه هم او در حرکت های سیاسی بود که اونجا چند وقت به حیث سروزیر و نخست وزیر هم کار و فعالیت کرده است اگر خطا نکنم. و چون یک شخصیت سیاسی و معروفی هم در آن کشور احترام میشد، با ماجراهای سیاسی او مجبور می شود ترکیه را همون زمان ترک کند، به اروپا می رود، به روسیه، و از آنجا گفتن که بعد به آسیای مرکزی می آید. اتفاقا همین خیل می شود که در مبارزه های سنگین با بلشویکان در حدود ناحیه بلجوان امروزه تاجیکستان همین انور پاشا را می کشند بلشویکان. همون هم با خیانت چند مردمی در اطرافش بوده. جای بود و باش او را کسی آمده به بلشویکا نقل میکند و بلشویکا محاصره کرده و انور پاشا را با چند نفر از همراهانش از جمله آن همه قیامگران نیست و نابود میکنند. میگویند تا سالهای آخر قبر انور پاشا در همان بلجوان بود و سال 1996 نخست وزیر ترکیه سلیمان دمیرل بود اگر خطا نکنم، خودش آمده از ترکیه خواهش میکند که جمهوری تاجیکستان جسد این یک سیاستشناس، این یک شخصی شناخته و معروف ترکیه را به خاک اجدادیش، به وطنش بازپس گردانند و جانب تاجیکستان هم از روی آن چیزی که من پیدا کردم به این راضی می شود و او را، یعنی باقی مانده جسدی او را گرفته و به ترکیه میبرند. میشد است که وقتی کسی که به ملتش خدمت میکند، وقتی که کسی که در ضمیر هموطنانش معوا پیدا میکند، کار و عملش، او پس از مرگ نیز با قدر است. ولی کسی که با غصب و کشتار و با حرام خوردن در دل مردم، در یادهای مردم میماند، بعد از مردنش نه به خودی و نه به بیگانه دیگر در کار نمی شود. ببخشیدم که صحبتم درازی باید شد، ولی به هر حال گفتم که
تاریخ آموزگار بهترین و یا معلم بهترین بشریت است. درس باید بگیریم. امروز اگر میتوانیم باید برای مردم خود خدمت کنیم. در بهتر گرداندن وضع اجتماعی و اقتصادی آنها هر تنگه‌ای که جمع کرده ایم صرف کنیم. ولی بعد از آنی که ما وصیت میکنیم پس از مرگمان آن پول را برای فلان کار صرف کنید، این دیگر دروغ می شود. زیرا وصیت شما را ممکن اجرا نکنم، به مثل وصیت امیر عالم خان. دیگر نیم پولتان را اگر پیوندانتان خورند نصف زیادش را با کدام غاصب دیگره. میگن همون پولی که امیر عالم خان در بخارا بعد از خودش مانده و حدودی بیش از 60 واگن گرفته و حکومت بلشویک‌ها به مسکو و پتربورگ برده بود. آن همون 60 واگن سبب آن گردید که سالهای 20 یک اقتصاددان زمانی شورای فامیلیش را نسبش را فراموش کردم. پولی نوی در حدود اتحاد شوروی میبراید و موفقانه هم یک سیاست اقتصادی را براه میماند که میگویند که در همون یک روند بعد حکومت شورایی قوی میشود. یعنی از آن پولی که امیر عالم خان ظلم و ستم کرده و از مردمش جمع میکرد، دشمنانش توانستند یک دولت مقتدر را پایه‌گذاری کنند، اقتصادش را توانا کنند. ولی مردم امارت بخارا در قشاقی زندگی میکرد. انا همین گونه است درس تاریخ. خداوند به هر یک ما و شما عقل و فراست نصیب گرداند که در راه پیشبرد زندگی هم به خطای راه ندهیم. به هر حال باید آموخت. تاریخ و بازم تاریخ. تا صحبت های دیگر با شما خداحافظی میکنم. جای اگر من یگان معلوماتی را فراموش کردم، میتوانید زیر نوار بازم برای پرتر کردن دانش هموطنانتان، آنهایی که این نوار را میبینند، معلومات های مفصلی را درباره سبب های از بین رفتن امارت بخارا، سبب های شکست خوردن امیر عالم خان بنویسید. تشکر برای آنکه وقت خود را دریغ نداشتید، در صحبت ما بودید. خدایا را یاور و نگهبانتان.